علامت تشبه با کافرها چی است؟ در لباس، در سخن گفتن، در عادات. کافرها مادر خود یک سال ترک میکنن، باز عادتشان چی است که سال یک مرتبه مادر خود ایلا کرده رفته در چکر، باز یک روز مادر ساخته. الله میگه و بالوالدین احسانا، مادر و پدرت باید همیشه احترامش بکنی، همیشه دوست داشته باشیش، قلبا دوست داشته باشیش، در مریضیش کتش باشی. تو نه که در قصهش نباشی یا در شاروالی تسلیمش کردی، باز یک روز به نام روز چی ماندی؟ روز مادر. باز که مردم شاروالی او را دفن میکنه. این روز مادر است. زن خود ایلا میته خودش گرفرند خود گرفته و خانمشان بایفرند داره، عمرشان همی قسم تیر میشه، باز در سال میگه باش که زن خفه نشه، باز یک روز به نام روز چی است؟ روز زن است. این کارها را شما مسلمان ها نکنید. شما همیشه ناموس داشته باشین، همیشه خانمتان، دخترتان، خواهرتان، مادرتان حفظ بکنید. این فکر اسلامی هست. ما شما تفسیر اعتقادی و فکری میخوانیم، فکر ما جور شد. پس اینال عادات کافرها را، کافرها عادات عجیب و غریب دارن. انسان پرستی میکنن، شیطان پرستی میکنن، تن پرستی میکنن، نفس پرستی میکنن. قانون نفس خود در جهان حاکمیت میدن. شما عادات از اونا را نکنین، لباس از اونا را، غذای از اونا را، شراب میخورن، نشه میکنن. در اخلاقیات علامت دوستی با کافرها چی هست؟ که اخلاق خود مثل اخلاق کافرها میسازه. چه قسم اخلاقش؟ کافر بی حیا هست، سر عورت خود شرم نداره، سر عورت خانم خود شرم نداره، سر عورت زن خود شرم نداره. اگر تو هم خواهرت، خانمت، دخترت، مادرت گذاشتی که صبحکی آرایش کرده و آستینا را برزده و پتلونک نیمه پوشیده و نیمه جانش معلوم میشه و نیمه جانش برآمدگی از کاسیات و عاریات و مائلات و مومیلات، و بگوی ایسا عصر است، تمدن است، پیشرفت است. عادات کفار تمدن بگویی، اینجا تشبه با کافران میشه و دوستی و محبت با کافران ثابت میشه.